سلام زیبای من، خوش اومدیم به پیج من پیکسل موبایل گیمز. آقا تو این پیج ما زدیم تو کار پیکسل و این چیزا دیگه. آره ما گیم های پیکسلی میذاریم و چیزا. آقا اومدیم یک گیم امتحان کنیم به نام هانت داون. نرم چرا بدی. این نسخه دموشه، رایگانه. آقا ما اومدیم یه بازی بزنیم ببینیم چجوریه. از نظر شما خوب در میاد، حال میکنیم نمیکنیم. خلاصه داستان بازی هم بکنم یه عده خلافکار ریختن تو شهر، ما بریم شهر رو نجات بدیم. اینجوریه داستان. 3 تا هم شخصیت داره. خب اگه این واقعا ارزش داشته باشه ما میریم نسخه اصلی میگیریم و نسخه اصلی رو تا آخر براتون پلی میدم، ویدیوشو میذارم ببینیم چی میشه. بریم تو گیم. اول تنظیمات یه تنظیم بکنیم چی به چیه. این موزیکش از ساب آدم میتر کنه با چیه. خب صداشم سطح خوبه. خب اینا چی هم سید نمیدونم، دست نزدم. نه این که اینجا خون کنم، خون رو زیاد کم میکنه. بدونم شرمه چیزی حتما اشکال نداره. بریم ادامه. خب آقا با این میپره با این میزنه. خب من خودم یاد میگم، مثلا عادت ندارم اینو نگاه کنم. اینم که تنظیمات یک من نیست. خب بریم دیگه. بریم زبان چیکار کنیم آجی. خب بریم ببینیم این گیم واقعا ارزش داره یا نه. اینه نه اینه سرماد چیه نمیدونم. یه همون گفتم نسخه دماشه. این تو اونجا میتونی بخری، من نمیخرم اینجوری داون میشه. خب بریم این داستان چیه. خب نورمال بزنیم آجی، معلومه بازی سختیه. مثلا اینجا نورمال انتخاب میکنی. من این ویدیوشو دیده بودم، این رباتیه رو خیلی خوشم میاد، با یه حال میکنم، میگم چیز خاصی داره. اینو میذاریم ببینیم چی میشه. خب قیافه‌شو ببینیم، ترسناک هم هست. نمیدونم انگار یه جوری بازی تو آینده و قدیم، انگار وسط این دوتاه. ماشین فضاییه ولی خب دمنماش قدیم، مثلا عجیب غریبه. اینم که کنم مکانهایی که با بریم فایت بدیم. ننه بزرگ این ننه مونه فکر کنم. زحمت کشون انشالله ادار ماشالله. حالا من یکم خفشم بذاریم ننه حرف بزنه. خیلی گوه میخوره. میخوام اسکیپ کنم ولی میگم حیفه، بذار بچه ها ببینن حال کنم. شاید سری خوششون بیاد مثلا این ویدیوها رو ببینن. من خوشم نمیشه. من دارم دیدم برای شما زیبا. برو کمک کنی پیج برسونیم بالا. یه من ادیت میدیدم خودم دارم به زور بالا میزنم. والا به جان خودم با یه موبایل شروع کردم، الان یه موبایل ساده. از گوشی صفحه گوشی فیلم میگیرم میذارم براتون تا جایی ادیت هم حتی با موبایل، تا جایی که من بخوام یک چند وقتی یه کامپیوتری لپتاپی چیزی حالا یه چیزی دستم برسه میگیرم با اونا براتون ویدیو میزنم. اون موقع هم ادیت های خفن تری میزنم، همه چی بهتر میشه. بابا این خیلی زر میزنه. به تو خدای خداوند اصلا قیافت معلومه سیاه‌پوستی. این آموز این رفیقم داشت. بچه کی گفته ضرر داره؟ هم برای کمر ضرر نداره هم برای چشم ضرر نداره. اصلا قیافه رو عوض نمیکنه. کی گفته؟ اصلا این قیافه این داشت من عوض نشده با این کار. یه بازی میخوره نوستالژی باشه حاجی.
از اون قدیمی ها تو کنسولای قدیمی بودن. آجی خوب با این میپره این ور اون ور. این چیه؟ فکر کنم گانه عوض کن. اینم که تیغ میندازه به چیه اساسا؟ خب این چی؟ توفیوز آسونه و سخت نیست. اینش خفنه آجی با این خیلی حال کردم. بری جلو سنگ خودش با میسه میشون شون اینمی چی هم؟ این معموله ها اونا رو گرفتن. بچه همه دخت کنید دوستان رفیقم بیاد 2 ثانیه تمام کنید. این چیه؟ اینجا چه کنم؟ برای میاده این مادر. من فکر کردم باید از اون سوراخ بیاد و از اون سوراخ باید چی بفه بطبر بجی فشمکی زدم ها اصلا نایدمش. این چیه؟ فهمه یوزی داشتم همه یوزیو میکنم تو checkpoint. Tony's surgery and repair service standing by. فکر کنم آدم رو انزم باید به جا همون رایت کرده بودم. خب اینو چه؟ همه جان قشنگ خورد اینجا مثلا من الان یه بازی دیگه هم داشتم. بعد ویدیو قبلی هم میتونستیم ببینیم. بازی از انیم فنای عزیز من ناروتو ورسس بلیچه. با این بازیش واقعا گاله. اونم ببینیم. من الان از اون زیاد بیشترین ویدیویی که قرار بزنم از اون بازیه که الان مثلا فایت ترکیه و هرکی ممکنه مثلا بذارم براتون. انشاءالله بعدا کام از فایت همه ورژن های مادرها رو تو بازی هست براتون امتحان کنم. هر کدوم چه قویت هر کدوم چه ابیلیتی دارم. اینجوری خیلی بهتر. یه باشی بیرون منه چه چی بکنم. آره باشم میرستم. کجا بودم؟ هوا همه سنتت میکنم. مثلا نتیم من همه بودم به چه میرم دستم چه نه شده. خب آره داشتم میگفتم من بعد از آخر سر چند تا بازی براتون همینجوری ویدیو میدارم. در آخر براتون اسمش چیه یه ویدیو کامل اصلا از هم بازی میدارم. از هر بازی یه تیکشو میارم براتون. اونو براتون چیز میکنم یه ویدیو میگیرم اسم بازی رو میگم. بازی پیکسلیه برای موبایل براتون معرفی میکنم. همینو میبینم آگره یه جور سکشه سکشه رو نانتا میکنم کسکش نه به همه تا خور کست خفه بابا این شاتگانش واقعا چیز حقیه. 2 تا دمیج دارم یکی دیگه بخورم 2 تا دیگه بخورم دیگه. اینش این همون جریه هست. این فکر کنم همون جریه هست. آره خودشه. خودش تو با این چشمت میزنی منو واقعا. باید چون میزنه این کسکش. باید دارم همونه نلتو خارکس نلتو مادر جنده. هر کی بزنه چونیه. هر کی بزنه چونیه. بگین از خودم هر کی بزنه چونیه. کستنه هر کی بزنه ای کستنه من گفتم زمان چونیه تو بزنه کردی هر اون زاد.
رو بالا شروع کنم. نه راستی کی بود؟ چرا قوی؟ واقعا قوی. خاری یوزی باید. چرا یارو هیچ ازش کم نمیشه؟ کستنه چرا میزنه؟ مردم حاجی قشما. دفعه بعد تو میگم وای کیرم تو کسه خوار مادره. خودزنی داره بابا کیری کس. برو مادر خودم ای ننه کس. حالی کردی جا خالی. نه ناموسن کدوم کس کش اینجوری جا خالی به من دادم. مادر چند تو برو بالا من میرم پایین. تو یه پایین من میرم بالا. کیر برو برینی سید همجه ادامه بدم تا لیگای آمریکا میرم. کستنه بازار این کار اینجا همیشه. اون زنجیب تو کستنه مگه داره میری مده یخون زاده. هر چیز دستشو تکونه. نه برش دست خودم شات کنم. خواهی کلتا ولی شبیه شات کنم. آجی ولی میونم ارزش داره من اینه بگیرم پلی بدم بذارم. همین بوتامت میبینی دیگه نمیدی. خارکستی شده چاوکش کسکش کیر منم نیستی. ببین چجوری مادر نشو میکنم. نه تو میکنم حروم زاده. تو دیگه چه کس مادری هستی حروم زاده. آقا زدیم تمام شد سید نگه شد بگیرم چونی و نگاه. حاجی دارم دوی حال میکنی پلیگر به من میگن تو 2 ثانیه یاد گرفتم قشنگ همه چی اومد دستم. یه بار بیشتر نموندم الکی. من اصلا چند باری که مردم و حضب نکردم اصلا همش زنده بودم. حالا راحت گاید یکی دیگه بزن همش گاید است. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 نه تا گایدم. آی بگو My name is بلش انگلیسیم سطح زبان انگلیسیم خیلی بالاست. اون ویدیو قبلی ها هی میدارم هی کپی رایت میخوره هی کپی رایت میخوره. انشالله اینو میخوام بزنم کپی رایت نخور. بابا دهنمو سرویس شد. فکر کنم یه سری آهنگ ادیت که داشتم روش حرفی هم ندادم برای همون کپی رایت خورد. یعنی که عادی بود. بچه فکر کنم یه آخریشه چون از دفعه آن شنیده بودم فقط یه دست داره. یعنی یه دست داره دو تا چیزو میتونیم بکنم کارشو تمام کنیم. بعد از اون دیگه ادامه در باید نسخه اصلی رو بخریم. نسخه اصلی هم نیاز نیست اگه خوشتون اومد نیاز نیست بدیم پول بدیم نسخه اصلی رو الکی بخریم. یه چیز میگم گوش کنید. نسخه اصلی رو بریم توی گوگلی جایی یا مثلا سرچ کنید یه سایت مایتایی بالا میاد 100% بالا میاد. آره جا تو کاسه مالی. آره یه سایت مایتایی بالا میاد از همون سایت ها 100% نسخه اصلیشون هستن. الکی پول ندیم. اینجا ایرانه کیرم نمیتونیم بخریم با پولمون. نمیدونم قیمت اصلیش چند بود چند یورو بود چند دلار میگه نمیدونم ندیدم حواسم یادم رفت دیدم ولی یادم رفت. همون چیزی از بچه ها فکر آره داشتم میگفتم این حالا اینجوری داره پیش میره خوشم داری برادش. برای میخواد نسخه اصلیشو بگیرم ولی نسخه اصلیش بگیرم ویدیوهای خوب اینجا از این براتون درست کنم. آقا نظر شما چیه؟ بگیرم یا نگیرم؟
چیکار کنم؟ ارزش داره یا نداره؟ این مهمه که شما نظر بدین. تا خور کس خف مادر خارکوسی یه شاتگاه برداشته این اون اسباب حاضرون بالا واسه بیا پایین دیگه مادر برده ای برفی مادر برده دیگه چونی در فرقیت من دنبال اینم نه چه بودی؟ آقا چه شاتی زدم وان شات شد کسکش او هوا دارمش آیا نه جا نرفته من داخل چونم پاره بود حاجی ولی از حق نگذریم از بحث گرافیک بیام بیرون واقعا خفنه خیلی خوب روش کار کردم ولی چرا راه نره شاید این بره راه نره میبره این یاس او این دنه قبی که اوی کسکش سایه شدیم از اون پایین قایم شدیم ما در این دن آجی نگاه کن میخوام این ستا رو ولش این جوگیر بشیم کی رو میکنم خب بذار اینا رو بزنم اینا یه دهنتون میبینم این دفعه مثل قبله مگه چونت باراست بیایی بالا چونت باراست چیکار کنم نمیشه بگم مادر چنده 3 تا دمیج هم کم کرد خارکوز شاتگان کیریزه بدنم بکنم چونت خدا که بخواب بابا خاری چونی بچه هم الگوم هاش پانداست و اولش به هم شروع کنیم که آریا کیوبسر عشق من بهترین یوتیوبر گیمینگ ایران اصلا خدا بعدش هاش پاندا این 2 نفر اصلا یه چیز دیگه اصلا خدا انشالله ما یه روزی به اونا برسیم این برم با این نه خارکوس بیاد اوی کی شدی کسنت سلام کسن ببین یکی دیگه بخورم لنت خنجنده است یکی دیگه بخورم دیدی گایده شدی کسیگش فقط ادعا بودی بگه مادر اینا همه فقط ادعا هنم طوری که یه یاد کسبازی در رای مالا جنده این منتظر من کلا بند نگاه منو بکنه سیکشی رو باقیت هم بابا داشتن شات کن علی ماشالله با موقع اومدی این بالا چی داره دمیجم پاره حلکی از اون نگیره بالا چی ای نه AK-47 بابا بنام موقع برگشت کسی باشه منش خرابه یه ننه جندانی من کجا اومدم چرا یه بازی جوری شد کسکش بچه هم میگن گوشیم خیلی خوبه برام بهترین گوشی براتون ویدیو میگم والا خب من برام پایین بسید این 2 تا برم منو میکنن که یکیشو ما برم اون بر مثلا من نمو یکی آن رفت میگم تا خارکو ساقفه سطح پلی به این میگن ناموسا کسی نیست
گو خوردم قسم مرد تموم کرد. دیدی چه گایدم؟ بچه بریم داخل. نمیخوری به دوا. سابته که خود. Thank you for your head. Oh, are you gonna pay? گیتار. تا مادر جد. باشه چه حالی میده. خیلی کیف میده. میگه مادر. خب وقت ببین نه تا با من در افتادی نه تا میده. خستم. کی شدی؟ نه کی شدی؟ مادر جد. برای من ادعا دارم. فاز چی رو گرفتن ناموسن؟ First law of robotics nonsense. تو بچه ها اینجا همه تیرسان میدنه میدونستی؟ آتوسا عشق من باز باجه این چه قیافه یه گسکش میگه سگی ریده به تو خار کسته از من قشنگتری ولی باجه اگه این باسشه پس یعنی اینجا پایانه دیگه رو دیوار چیز خوبی ننوشته بودم بس اینا پایین دیدیم نه زیر پای من کیر واجه هیچی کس کشیه بچه فکر کنم بمیرم تمومه مهم نیست میمیرم دیگه بچه من تا توانم هست باش این کس کشه نمیدم میجنگم ننشم میگم مشکل ندارم شما این دکمه حساب و این لایک کی این زیبا رو برام بده دمتون گرم من ذوق میکنم با همین کسی رو بچه خونه هم مساوی و زیاد کم نیست خونه نکن تا مادر تا چی شد بچه این کسکش من خیلی کیر میکنه بچه خونم دیگه نیست ولش کن یکی دیگه دارم باید به جان پریا امت رو میگم پریا چی شد؟ فالاکی ورزش میکنه کسکش خونه چرا پر شد مادر جون دمیجش بچه بازی خیلی زیبا و خب میگه با بخرید دیگه دمتون گرم مرسی بازی واقعا خیلی زیبا آقا این دکمه ساب و لایک رو بزنید خداحافظ همگی